سلام مادر. انا باز آمدم نزدت. امروز دادرچه‌ام را نآوردم. خوب بود بیدارش نکردم. بسیار گریه کرد. روزی دراز شما را میکافت. من گفتم مادر بازار رفتم. می آیم. الدنی کردم. خوبش برد. مادر و خدا یادت کردم. دیروز زنی همسایه آمد به مانند کرته شما داشت. بعد رفتنش همه گریان شدیم. چقدر سخنهایم نگفتم مادر. به خدا یادت کردم. بعد رفتنت کسی به خانه نیاید. کسی سراغت نمیکنه. هیچ از خاطرم نمیبرد. جهل میکردم. غضب میکردم. باز برویم تبسم میکردی. آخران بار در رو برویت گفته بودم. حالا هم تو مرا بخشیده ای، لیکن من خودم را نمیبخشم. من خودم را نبخشیدم. مادر هر بگو دادرم کرته شما را بوی کشیده خواب میکنه. حالا هم به امید است که شما میآیید. کاش من میمردم، لیکن هیچ دلی نازک شما را نمیرنجاندم. همش به یادم میآید. درون میسوزم، لیکن اکنون دیر شد. دوستان، راستی من مادر دارم، اما سبب این است که شما دیر نکنید. شما کوشش کنید حالا که مادر در نزدتان است قدرش کنید. وقتی میپرسیدیم نفرانی بودند که مادر نداشتند. اگر مادرت رو یک لحظه نزدت پیدا کنیم چیکار میکنی؟ میگفت تمام هستی بایگریم را میدادم تا یک لحظه مادر نزدم باشد و مرا آغوش گیرد. یک لحظه. نفر پهلو بود، مادر داشت، در حیرت بود. میگفت تو حالا این نعمت را داری، اما بسیاری ما پروا نداریم. قدر نعمت، وعده نعمت، احتیاطشان کنید. ای خدا، ای خدا.